سده 16 ایونی سال 2024 در همه کشورهای اسلامی از جمله جمهوری تاجیکستان عید سعید قربان با فضیلت‌های خاصش تجلیل گردید. در قلمرو شهر و دهات پنجکین از روی اطلاع مسئولین بخش دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در این روز فرخنده در 17 مسجدهای جامع و اجازت داده شده مراسم نماز عید سعید قربان دایر گردید. در مسجد مرکزی جامع به نام محمد بشاروی شهر پنجکین هزاران نفر ساکنان شهر و دهات پنجکین و مهمانان جمع آمدند تا در یک فضای افتخار، شکرگزاری، صلح و امن نماز عید سعید قربان را به انجام برسانند. نمازگزاران و مردم پنجکین باستان را نخست از نام رئیس ولایت سوخت، معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب‌بای احمدزاده، نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، رئیس کمیته اداره زمین ولایت سوخت طاهرجان طالبزاده تبریک و مبارکباد نمود. او ضمن ارائه پیام تبریکی رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده اظهار داشت که واقعاً اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پیام شادباشی خویش با مناسبت عید سعید قربان بار دیگر از مردم تاجیک دعوت نمودند که این عید مقدس پیش از همه احترام و شناخت قدر و منزلت همدیگر به خصوص پدر و مادر، دیگر کلانسالان، شکرانه زندگی آرام و آسوده، آمرزش گناه‌ها، خیر و سخاوت، ترغیب راستی و رستگاری و صفای باطنی هر یک شخصی مسلمان می باشد. رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده ضمن ارائه پیام شادباشی خویش به مناسبت عید سعید قربان به حاضرین اطلاع داد که ما همگان با پیام شادباشی اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان توسط رسانه‌های خبری از جمله تلویزیون‌های مرکزی پررا شناخت کردیم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن تبریکات عیدانه خویش بار دیگر اندیشه و ملاحظات خویش را وابسته به سخنرانی‌هایشان سنه 9 مارس سال روان در مجلس وسیع با اشتراک نمایندگان فعالان، اهل جامعه و خادمان دین بیان کردند و تاکید نمودند که امروز تاجیکستان صاحب استقلال ما در زمینه کنستیتوسیا به شهروندان آزادی وجدان و آزادی پیروی به دین را کفالت داده است و در شرایط پیچیده جهان معاصر ما باید سرجم و متحد باشیم. سرزمین اجدادیمان را باز هم آباد و زیبا و دولتمان را نیرومند و پیشرفته گردانیم. فرزندانمان را تربیت درست دهیم، آنها را به آموختن علم و دانش‌های معاصر، کسب و هنرهای زمانوی، زبانهای خارجی، به آداب و اخلاق حمیده هدایت نماییم و به زیاده روی و خراجات بیهوده راه ندهیم. در ادامه سخنرانی خویش رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده بار دیگر تاکید نمود که باید مردم شریف شهر و دهات پنجکین دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده را در سمت راه ندادن به خرافات، زیاده روی، استفاده عاقلانه آب و زمین و همزمان دست کشیدن از همه گونه بیگانه پرستی، سر و لباسی که خاص مردم ما نیست،
تشکیل حاجی طلبان و دیگر مسئله هایی که به مردم ما مناسبتی ندارند همه طرفه تدبیرها اندیشند. در خاتمه سخنرانی ایدانه خیش رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده مردم دیار باستانیمان را چنین شادباش گفت: با نیت آنکه فرموده حکیمانه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام رحمان راهنمای زندگی هر کدام ما باشد، شما حاضرین و مردم پنجپیک باستانه را با مناسبت عید سعید قربان تبریک و تهنیت گفته با خاندان همه شما فیض و برکت، بخت و اقبال بلند، پاکی و پاکیزگی، نیکی و نیکوکاری و مهربانی و لطافت و به تاجیکستان عزیزمان تنجی و امانی و فضای صلح و دوستی را تمنا دارم. عید سعید قربان مبارک همدلان عزیز. سپس سرخطیب مسجد جامع مرکزی به نام خواجه محمد بشاروی شهر پنجکین محمد امین غفوروف ضمن امر معروف و سخنرانی خویش بار دیگر از مردم دیار باستانیمان دعوت به عمل آورد که طلبات قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان، دستور سپارش‌ها و توصیه‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را همه طرفه مورد عمل قرار دهند. پس از ادای نماز ایدانه عید سعید قربان مردم دیار باستانیمان با عیادت خویش و تبار بیماران و کارهای خیر و ثواب آغاز نمودند و همینطور در شهر و دهات پنجکین عید سعید قربان از روی فضیلت‌های آن با یک لحظه های خیلی فرح بخش و امید به آینده نیک دیار باستانی تاجیکان به انجام برسید.